من با فاتح چی کار کردم؟ عجب با عزیزم، خب سرش داد و بیداد کردی دیگه. دلشو شکوندی. آره اینا رو کردم، اما از همه بدترش چی بود؟ فاتح رو نادیده گرفتم. اون سلیم رو قبول کرده بود، اما من اونو از دستش گرفتم. کسی که حتی قبل از به دنیا اومدن سلیمم اونو نمیخواست آوردم گذاشتم جلوی فاتح. یعنی حق پدری فاتح رو ازش گرفتم. اما پدر سلیم فاتحه دیگه، همیشه هم همینطور میمونه. اما زینب داداش باید باور کنه که نظرت اینه. مشکل اصلی هم همینه. بله مشکل اصلی همینه. راهش چیه؟ پس اینقدر حرف میزنی تا صداتو بشنوه. نه سلین اونطوری نمیشه. پس چطوری میشه؟ به سلیم فامیلی شما رو میدم. زینب یه لحظه وایسا، ببین اگه این کارو بکنی این تهدید ارتونم کلا از سر رایتون برداشته میشه. داداشم باور میکنه که نظرت اینه. آره بعدش هم منو میبخشه. راهش همینه. برای چندمین بار شیفته تو شدم. زن داداش خودمی. مخلصی عزیز دلم. چاکری. حل شد. که بهترین راهه. یادگار اینا چیه میاری؟ به خدا از دست تو چاق شدم ها. سلام خانوما. خب یکم تو خونه حوصله‌ام سر رفت. ایرادی نداره بخوام پیشتون بشینم؟ نمیدونم میتونی بشینی یا نمیتونی. ما یکم آدمای صمیمی هستیم خانم جون، هیچی از هم قایم نمی کنیم. آره ای فکر زبونت دهنت لولشه. بیا زن داداش، بیا بشین راحت باش. بیا با هم چای بخوریم. الیف تو بودو از آشپزخونه یه استکان بیار. بودو مریم خانم، باور کن همون بار اول که دیدمت فهمیدم یه کلکی زیر سرته. که اینطور؟ آره ما اینیم دیگه. به یادگارم گفته بودم من به این زن مشکوک شدم. یادته گفتم یادگار؟ آیفر مگه نمیخواستی بری بازار این بشکه رو تکون بده پاشو؟ تو هم خوب عادت کردی من از سرت واکنی ها. با مریم خانم جون دو کلم حرف بزنیم. زن داداشم به اینجور حرفا عادت نداره، حوصلش سر بردی. مگه زن داداشت کیه؟ از کاره مریخ اومده؟ اینا غیبتای معمولی زناست دیگه. غیر از اینه مریم خانم. خواهش میکنم، من که مشکلی ندارم. تشریف نبریم، بشینیم. آی خواهر نه اصرار نکن، من باید برم بازار. همه کارا رو دوش منه خواهر. لباسا با منه، ظرفا با منه، بازار رفتنا با منه. خواهر دخترها کمک نمیکنن، هیچ آشغالاشونم من جمع میکنم. من که مثل تو خوش شانس نبودم شرکت مرکت بزنم خواهر. عزیزم چی کار کردی ها؟ کارت شناسایی جور شد؟ جور شد. چی؟ به این زودی؟ خیلی خوب پس زودتر غذامونو تموم کنیم بریم پیش مگه فاتح. دیوونه شدیم؟ این کارا که به این راحتی ها نیست. نبوده یعنی. ای بابا ما هم تو برگردی کلی فکر و خیال کردیم زینب. فادیک جون نگفتن هر کیو دلت بخواد میتونی به عنوان پدر بچت بنویسی که کلی کار هست، مراحل قانونی، امضا، برگه. ای بابا حتما آزمایش خونه اینا هم میخوان نه؟ نمیدونم، اما فقط برای یه درخواست ساده باید امضای فاتح رو بگیرم. اون با من حرف نمیزنه. ناامید شدن ممنوع. امضا لازمه میکنه. را بیفتیم بریم. کجا؟ به نظرم این اقدامم برای نرم کردن داداش کافیه. باید اینا رو ببریم پیشش. آره من خیلی گشنمه، یه چیزی بخورم بعد. اون سالادو بده من. قربون دستم. اینو میخواد؟ نه عزیزم برد. نوش جونت. صورت حسابم بیاریم. سلین من کیفمو بر نداشتم. تو پیشت پول داری دیگه نه؟ آره خود زیاد کنه. نوش جونت. واداد زود باش. خانه یادگار. اوی جواد کامی خوش اومدین. بیایی با هم چای بخوریم. سفارش های شوکت خانه آوردیم. کجا بذاریمشون؟ اومدم. اوی چقدر چیز نیست خریدینا. منم برم کمکشون کنم، بعدن با هم صحبت میکنی. حرف میزنی. اوی اون مونده. خب اینم بگیرم. بدین به من. قربون دستت برم مادر. جواد
وایسا ببینم. بفرما خاله ایفل، چیزی لازم داری؟ ها، یه چیزی میخوام. یه چیزی بهت میگم. بگو. بیا اینجا. بگو خاله چیه؟ بیا اینجا بیا. بگو میشنوم. بیا اینجا ببینم. بفرما خاله ایفل، بگو اینجا. ها، نه ترس پسر. جواد. بله. پسرم، تو شازیمند منو میخوای یا نمیخوای؟ خاله راستش نمیدونم چی بگم بهتره. پسر این که ترس نداره. مرد باش، صاف وایسا. صاف وایسا. حالا بگو ببینم میخوای یا نمیخوای؟ خب اگه بلایی سرم نمیاد خدایی میخوامش. پس خودتو نشون بده. خودمو نشون بدم؟ پس چی؟ چشاتو با کن. فرهادو نگاه، مجنونو نگاه کن. تو چیت از اونا کمتره؟ غیر از اینه کامیل؟ آره خاله، رفیق من یه پارچه آقا. آره بابا چیم کمتره، لیاقت شازیمندم دارم. تو فقط بگو باید چی کار کنم، اینو بگی حله. فاتح ببین دیگه نیست. چطور نیست؟ نیست. اگه اینجا نیست پس کجاست؟ زینب خانم، سلین خانم خوش اومدین. فرهاد داداشم کو؟ امروز اینجا نیستن. خودم دیدم نیست، میپرسم کجاست؟ خب آخرین بار دیروز اومد، چند تا برگه امضا کرد رفت. بله دیروز اینجا بود، حرف زدیم، البته نتونستیم. اما امروز کجاست؟ گفت که میخوام یکم استراحت کنم، اتفاق مهمی هم باشه با بابام تماس بگیر. از زندگی دست کشیده. داداش هیچ اهل استراحت و اینا نیست. دیگه ببین چقدر رنجیده. مگه من چی گفتم؟ بیا بریم. چرا اونجوری نگاه میکنین خاله مقدس؟ اگه نقشه‌ای دارین از الان بگم من نیستم. نه عزیزم، نقشه‌ای ندارم، نترس. چه میدونم، همچین میخندین فکر کردم نقشه‌ای دارین، ترس ورم داشت. جون خوشحالم، خیلی سر حالم، از اون میخندم عشقم. زینب بی که لازر رو فرستادم رفت. مزاحما نمیذارن تو خونه بخندم عزیزم. تو خونه که آدم غمباد میگیره، لب و لوچه همه از دم آویزونه. خب چون زینب رفته از چشم شما میبینن نه؟ آخ ارم جون، اگه بدونی من تو خونه چی میکشم، هر کی از راه میرسه منو میکشه کنار، دعوام میکنه. مثلا باورت میشه؟ بابا من دیگه خسته شدم عزیزم، همش زیر بازجوییم. آی مقدس چرا این کارو کردی؟ آی مقدس چرا اون کارو کردی؟ آی مقدس تو مگه وجدان نداری؟ همش سینجینم میکنن، به خدا خسته شدم دیگه بابا، اعصابم خورده. این که جدایی زینب و فاتح و همشون فقط از چشم شما میبینن برای آدم سنگینه. نه مشکل اون نیست که اصلا. البته که دلیل جدایی فاتح و زینب منم. مشکل من مرتب سینجین کردناشونه. من که اصلا نمیفهمم اونا چه انتظاری دارن. بابا من مقدس شکرچی زادم، البته که عذاب وجدان ندارم. خاله مقدس خوب شد که دوست شما هستم. نمیتونم تصور کنم دشمن من شما باشین. باور کنین دلم برای زینب میسوزه. تو هم خیلی عجیب و غریبی ها ارم. به جای زینب دلت برای من بسوزه. اون بی کلاسه رو از خونه فرستادم، اما نمیتونم از پیروزیم لذت ببرم. ارم جون به خدا آدم تک و تنها نمیتونه پیروزیشو جشن بگیره جونم. یادش بخیر اون روزایی که با هم دیگه نقشه میکشیدیم و برای اون زینب تله میذاشتیم.
مته فاتح کجاست؟ ای بابا شما هم دیگه هر بار فاتح غیبش بزنه اینجوری میایین سراغ من؟ مگه چی کار کردیم مته؟ چی داری میگی تو؟ تازه مگه تو دوست فاتح نیستی ها؟ از تو نپرسیم پس از کی بپرسیم؟ چرا هستم اما بالاخره میدونی بین رفیق تو عشقت گیر کردن سخته. میتونی حالمو درک کنی یا نه؟ خیلی خوب، منظور من به الان نیست، کلی دارم میگم. یا گیر ندین دیگه، من نمیتونم بهتون بگم فاتح کجاست. قسمم داده بابا، باور کنین. مته عزیزم جونم فدات شم. ببین به هم رسوندن عاشقا ثواب داره. فادیک جون مرگ من اینجوری نکن. من این دفعه خیلی قسم بدی خوردم. عجبا چه قسمی بوده؟ سر چی میتونی قسم خورده باشی؟ گفتم اگه بگم دیگه فادیکو نبینم. چی؟ این دیگه چه جور قسمیه؟ تو چرا درباره من قسم میخوری دیوونه؟ بابا فاتح مجبورم کرد دیگه، چی میگی؟ وگرنه عمرن اسم تو رو میآوردم. عزیزم مته جون، میدونی چه اتفاقی افتاده؟ بدجوری دل فاتحو شکوندم. خیلی دوبله شده رو حساس ترین ضعفش دست گذاشتم، اما باید یه جوری جبرانش کنم. خب چه جوری جبران کنی؟ با این برگه ها حداقل سعیمو میکنم. اینا؟ برای شناسنامه سلیم غیر از فاتح اسم هیچ کس دیگه ای رو واقعا نمیتونم عالیه. فاتح با این نرم میشه. ببین مته هم نظرش مثل منه. خیلی خوب پس دیگه زودتر جای فاتحو بهمون بگو مته. ما هم زود بریم اونجا این برگا رو امضا کنه ها. دل این بچه رو به دست بیاریم دیگه. تو رو خدا. باشه فاتح گفت من اینجا نمیتونم تو خودم باشم، رفت تو هتل. میبرمتون هتل، این کارم درست کنیم بریم. این کاری تو هیچ وقت فراموش نمی‌کنم مته. خیلی ممنون. ای قربونت برم من. الو اورهان کجایی؟ اونجا. سلام آقا، ما با آقای فاتح شکرچیزاده کار داریم. میشه بگید اتاقش کجاست؟ اتاقش. ما آقایون چی دارین میگه؟ نمیفهمم. چیزه فاتح شکرچیزاده، شماره اتاقش بگید چنده دیگه. یه لحظه. ایوا چی کار دارین میکنین؟ همه با هم حرف میزنین، یکم متمدن باشین. سلام، روز بخیر. سلام بفرمایید. فاتح شکرچیزاده تو این هتل اتاق گرفته، من باید باهاش حرف بزنم. متاسفم خانم، اما نمیتونم بهتون اطلاعات بدم چون آقا فاتح تاکید جدی کردن که نمیخوام با کسی صحبت کنن. یعنی چی نمیخوان با کسی صحبت کنن؟ من کسی نیستم، من زن اونم. متاسفم اما کاری از من ساخته نیست. بابا یه نگاه تو سیستمت بنداز. شکرچیزاده اتاقش. برادر من آقای نازنین، این خانومی که میبینین زن گل فاتح شکرچیزاده است. این خانمم خواهر گل اونه. بله من سلین شکرچیزاده هستم. میخوام سری برادرمو ببینم. اهمیتی نداره کی هستین خانم محترم، برای ما درخواست آقا فاتح در اولویته. مشکلی هست؟ نه مشکلی نیست، این عزیزانم داشتن میرفتن. بیا اینجا ببینم. ای بابا مزاحم کارمون نشین، از اینجا بریم بیرون. یه لحظه آقا، تو این قیافه یادت باشه، فهمیدی؟ چون بازم خواهی دید. کارت تمومه. برو کاغذامم خراب شد. حالا بعدم فکر میکنیم همیشه نگران نباش. تو چرا میپری رو سر کله طرف؟ من با آرامش حلش میکردم. سلین یارو اونجوری برگشت گفت با هیچ کس حرف نمیزنه. من سیمام قاطی کرد. خب حالا اینا رو ول کنین، چی کار کنیم الان؟ چاره ای نیست دیگه، یه جوری میریم تو. باشه صبر کنیم. شما با آرامش اینجا وایسین، من برم تو با یارو حرف بزنم و بیام. نه صبر کن، من یه فکر دیگه دارم. را بیافتی. ما حاضریم نوبت شما سر نگهبانا رو گرم کنیم. باشه آبجی، اونش حله. چی شله؟ سر نگهبانا رو گرم میکنم. باشه. یعنی آقا جون ما رو تو هتل راه نمیدی؟ شما کی هستین که رام نمیدین؟ بفرمان نگاه رفتم تو. آقا چی کار میکنین؟ شما پشتتون به کی گرمه که مزاحم ما میشین؟ نکنین این کارو. پارتی داریم. کارتون تموم آقا جون. زود باش. بفرمایید خدمت شما. بودو.
چی کار میکنید؟ گفته بودم قیافه یادت نره نه؟ بیا بکش رو ببند بکش دیگه زود باش سب کن دهنتو ببند دیگه میخوره اینجا شکاست بگیرم رسپشن بفرمایید با سرویس دی تماس بگیریم ببخشید بفرمایید میتونم کلیدمو بگیرم بله بفرمایید اما این مال من نیست اتاق من 326 بله اینهاش بفرمایید ممنونم پیدا کردم باشین پیدا کردم بودین زود باشین پیدا کردم زود باشین بریم بیا نگهبون عزیز دلم تو میدونستی تو بغل مادر بزرگت نشستی؟ آره سرتو بالا کن ببینم چرا به مادر بزرگت نمیخندی؟ مریم خانم شرکتی که میخواستیم فروخته بشه سهامش وقف شد فعلا که وضعیت کاملا طبق خواستتون پیش میره. چرا به مادر بزرگت نمیخندی؟ میخواین سریع فرصت دیگه بیام؟ نه ببین فقط وقتی زینب خونه است نمیتونیم راحت با هم دیگه وقت بگذرونیم. خواهش میکنم مریم خانم دیدن خوشحالی شما منم خوشحال میکنه. فقط خواستم درباره رو به راه بودن وضعیت ببین همین که تو الان بالای سر شرکتایی من واقعا خیالم راحته اما راستش الان اصلا نمیخوام در مورد کار حرف بزنیم. خودت چطوری؟ خوبم مریم خانم خیلی خوبم. ببین تو هم زودتر ازدواج کن یه دونه از اینا برا ما بیار. با اجازهتون من برگردم شرکت. اگه چیزی لازم داشتی باشه خیلی ممنونم. همونطور که گفتم این روزا نمیخوام فکرم درگیر کار باشه. دلم میخواد بیشتر به خانواده برسم. باشه به امید دیدار مریم خانم. خدا حافظ آقای شوکت. جونم چون تو خونه ای به اسم کار ماراتون قرار اینطوری مرای غریبه هی بیان و برن. شوکت بیرول یه آدم معمولی نیست از نزدیکای بنده است. به من چه؟ من اینو نمیشناسم. اینجام خونه ای بنده است. این مردم نمیتونن سرشونو بنزن پای مثل چی بیان تو خونه ای من. روشنه؟ شوکت داد نزن بچه رو میترسونی. من همش 2-3 ساعت وقت دارم که با نوام بگذرونم. اونم نمیخوام با بگو مگوهای جنابالی هدر بره. ببین هم نکنه این یارو بیروله پسر توه مریم. شوکت اعصاب منو خورد نکن. من فقط یه دونه بچه دارم اونم زینبه. با این فکرای چرت و پرتم ذهنتو خسته نکن. خیلی خوب جونه میزنه. میتونست باشه یه عمر ازت بیخبریم. جونم جیگرم پسرم دوبله شده پسرم این فرو نگاه به بابا بزرگ نگاه کن. ببین پسرم مبادا بخوای به اون ننت بریا خب ها به اون بابات هم نریا. بابات یه آدم مسمسوی نازنازیه. ببین اگه قراره به یکی بری به من برو پسرم. ها فهمیدی جوجه؟ فهمیدی؟ نگاه کن فهمید. دیدی؟ بچه ای که قرار مرد بشه از همین الانش هم معلومه. الو خانوم تو با زینب حرف زدی؟ مگه روشو میبینیم صبح رفت بیرون هنوزم برنگشته. ای بابا این زینب بچه به این کوچیکی و هر روز تو خونه ول میکنه کجا میره؟ 38 از این طرف 42 43 آی من که کارت بر نداشتم. حالا چی کار کنیم؟ در رو بشکنی. کادر خدماتی حتما اونه داره. روبش اینجا فاتح
دنبال آقا فاتح میگردین؟ بله. شما اونو میشناسین؟ بله میشناسم. خب کجا رفته الان؟ رفته رستوران. رستوران کجاست؟ اونجا. خیلی ممنون. ممنون. بودو. اونهاش اونجا. عجله کنید. بودو بیا زینب. فاتح. زینب اینجا چیکار میکنی؟ دنبال تو میگشتیم فاتح. بیان اینجا ببینم. هی دستتو بکش. چیکار میکنی؟ خیلی عذر میخوام آقا، بهشون هشدار دادم اما این دیوونه ها هنوز داره توهین میکنه. همچین زینب آروم. عذر میخوام آقا، شما این خانمو میشناسین؟ بله این خانم. بله من زنشم، تو رسپشن بهتون گفتم. میتونین برین. ممنون. فاتح معذرت میخوام، ما تو هم خجالت زده کردیم، اما میخواستیم غافلگیرت کنیم. اینجوری غافلگیرم میکنین؟ کادر هتل دنبال خودتون راه انداختین. همه دارن بهمون نگاه میکنن. ببینید. به درک بزن نگاه کنن. عجبا این دختری چند روز اینقدر دنبال دویده هلاک شده. تا کجا میتونه اینقدر فرار کنی؟ من از اورهان هرس میخورم اما تو از اونم بدتری داداش. باشه سلیم بسه. تو اینو تو ذهن و دلت نوشته باشی. همینطوره. این تو ذهنم و تو فکرم و تو دلم. برای همینم مرتب بهم میگی که تنهایی سلیمو به دنیا آوردی. برای همینم مرتب به رخم میکشی که من پدرش نیستم. اما فاتح جون میدونی که من وقتی عصبانی میشم نمیفهمم. انگار تا آخر عمرم هر بار ازم عصبانی میشی مرتب اینو میکوبی تو سرم. هیچ وقت نمیکوبم دیگه، هیچ وقت این کارو نمیکنم، هیچ وقت. معذرت میخوام زینب، تو این مورد بهت اعتماد ندارم. فاتح داری میری؟ زینب به کاغذ نگاهم نکرد. داداش فاتح. داداش وایسا. داداش شما چطور گفتین من کجام؟ مته. فاتح زینب دلیل خیلی محکمی برام آورد. من دلیل ملیل نمیخوام بشنوم. داداش صبر کن ببین چی میگم. حرف زینب رو گوش نمی‌کنی، حداقل حرف منو بشنو. ای بابا من که نمیفهمم این چه آدم لجبازیه. این تو بچگی هم اینجوری بودا؟ عصبانی که میشد گوشاشو میبست. مته توفت پرید تو صورتم. چی کار کنم؟ مگه من میفهمم چیه؟ دوباره باهاش حرف میزنیم. بذار آتیشش بخوابه. بذار بریم ببینیم چه خبره. چی کار کنیم؟ یا بریم تو دیگه تو هم. باشه برو. ارم جون حدس بزن الان دارم چی کار میکنم. چی کار میکنین خاله مقدس؟ ماساژ؟ نه بابا، همم فکر میکنن من دم به دقیقه میرم ماساژ. چه ماساژی؟ یه کار خیلی لذت بخش تر از اون دارم میکنم. نمیدونم خاله مقدس. گفتم گولای وسایل زینب رو جمع کنه. 2 روز شد نیومد دیگه، از این به بعدم پیداش نمیشه. باور کن اگه روم میشد از خوشحالی آهنگ میذاشتم و میرقصیدم. تو خجالتم سرت میشه. تو چی داری با خودت میگی؟ به کارت برس. ببین یه تار موی زینبم تو این خونه پیدا نکنم. وای عزیزم از خوشحالی یادم رفت حالتو بپرسم. تو چی کار کردی؟ ورزشتو تموم کردی؟ اگه تموم شد زودی بیا اینجا. حالا اگه فاتح تنها شده من خوشحالتون هستم خاله مقدس، اما من دیگه واقعا کاری به این قضیه ندارم. اصلا تو انگار واقعا جدی داری میگی. باید برم خاله مقدس جون، کار دارم، بعداً حرف میزنیم. تو روم قطع کرد. اینم نمیفهمه چیکار میکنه. دختر خانم تو هم که کلن حواست پرته. بدو اون عکس رو از رو دیوار بردار. بدو دختر چرا لفتش میدی؟ برو بردار ببینم. بردار از این اضافی های خونه خلاص بشیم. آخه این مسخره بازی ها چیه همه جا رو زش کرده؟ آخش ببین چه دیوار خوشگلی داریم. چقدر دلگیر بود دیواره به این خوشگلی. حالا ببین خونه چقدر دلباز شد. ببر بنداز دور.
آخیش دلم باز شد به خدا. این چه وضعی آخه داداش من؟ تو یه روز آخه 2 بار بازار میرن. بابا پاهم عین لنگ فیل شده، کت و کلوف شده. کامل پای تو همیشه عین لنگ فیل میمونه، چرت نگو. به درک آقا جون، من نمیبرم. هر کاری دلت میخواد بکن. من نمیخوام آقا جون، نمیخوام. من نمیبرم یعنی چی کامل؟ چی کار میکنی؟ حالا رفیق نیمه راه شدی؟ رفیق نیمه راه میشم. هر کاری گفتی کردم، چی نصیبم شد. هر چی گفتی گفتم چش. آخرش چی؟ چپ و راست میری حرف برم میکنی آخه تو. کامل جون من پاشو، الان که وقت قهر کردن نیست برادر من. داداشم چرا نمیفهمی؟ هر کاری میکنم یه چیزی میگی. اتفاقا درست وقت قهر کردنه. فرض کنیم بعد این همه جون کندن تو شازیمندو بگیری. من چی گیرم میاد؟ آخه کامل ببین داداش گلم، تا امروز هر کاری میتونستی برای خوشبختی منو شازیمند کردی. خدا خیرت بده. درست وقتی خاله آیفر داره به چشم دومادش بهم نگاه میکنه، درست وقتی تا خوشبختیم یه سر سوزن مونده، اینطوری تک و تنها رفیقتو وسط روول میکنی. آخه اون کاملی که من میشناسم همچین کاری نمیکنه. کاملی که من میشناسم برای اینکه عاشقا به هم برسن هر کاری از دستش بر بیاد انجام میده. اینطوریه مگه نه رفیق؟ چون که کامل یه دونه است. هشتمو در نیار دیگه داداشم. خیلی خوب باشه، بریم شازیمندو بگیریم. هر کاری میخواد بکنیم. راه بیفت بریم دیگه. گل گفتی. دمت گرم کامل رفیق با مرا. اینم نمیاد. کی میخواد پاشه آخه؟ در ذهن فکر نکن ندیدم. اون سیبم همینجور خارد تموم کردی رفتا. اما خب حلالت باشه. من سیب میخورم، بعد اینکه تو داماد شدی حلواتو میخورم. الو رفیق، چی کار میکنی؟ پیست هواپیما. پیست هواپیما؟ اونجا چی کار میکنی؟ مگه قرار نداشتیم؟ یه 2 ساعت میچرخم بعد حرف میزنم. خیلی خوب باشه، تو برو بچرخ، منم از اینجا راه میافتم. تا برسم همون 1-2 ساعت طول میکشه. اونجا میبینمت. زینب چه کار داری میکنی؟ زینب خوبی؟ خوبم؟ خجالتم نمیکشین میپرسی؟ نیستم، هیچم خوب نیستم. فهمیدین؟ به لطف شما بدترین روزای زندگیمه. زینب دخترم، به من نگین دخترم مریم خانم. به هم نگین دخترم. من دختر شما نیستم، دختر تو هم نیستم. به لطف شما دیگه برای فاتحه هم هیچ نقشی ندارم. تو چی داری میگی واسه خودت؟ ببین بابا، شما باعث شدین از دستش بدم. برای 2مین بار زندگیمو خراب کردین، اما نمیذارم 3 بار بشه. خب اینجوری کجا میری؟ جایی میخوای بری زینب؟ میرم خونه خودم، جایی که متعلق به خودمه. میرو میچرخی باز برمیگردی اینجا چون اینجا خونه توه؟ نه خیر بابا، بر نمیگردم، چون نمیخوام برگردم خونه‌ای که از در و دیوارش دروغ میباره. میرم پیش فاتحی که حتی جلوی شمام سپر بلای من شده بود. تقاص گناه شما رو اون پس نمیده، فهمیدی؟ تقاص کارتون رو خودتون پس بدی. زینب بیا پسرم، بیا زینب بریم پیش بابا. زینب دخترم. خوش اومدی. ممنونم گلای. زینب تو چرا اومدی؟ وسایل من اینجا چی کار میکنه؟ من جمع کردم اصلم. گفتم که تو زحمت نکشی خسته بشی. یه وقتی با گلای از صبح داریم اینا رو جمع میکنیم. میخواستم فردا بفرستم، اما حالا که اومدی خودت میبری دیگه. من نیومدم وسایلم رو ببرم مقدس خانم. پس چرا اومدی؟ من برگشتم به خونم. زینب جون، سلام دخترم عزیزم، عزیز دلم. ممنونم عزیزم، قربونت برم. سلیم، تو رو خدا بگو که برگشتی خونه. آره برگشتیم. به این راحتی از فاتحه دست نمیکشم. تو دیگه کی هستی؟ چه مرگته؟ هرچی میندازمت بیرون باز برمیگردی. مقدس خانم،
هر چقدر خودتون رو به زحمت بندازین، هر کاری هم که بکنین موفق نمیشین. نمیتونین منو فاتحه از هم جدا کنین، قدرتشو ندارین. خوشم اومد زینب. پیش مامانم اصلا کم نیار. سلیم عشقم، این جیگر عمه دلم یه ذره شده بود برات. اونم دلش برات تنگ شده بود، برای همتون تنگ شده بود. سلیم جون بیا با هم بریم خونه رو بچرخیم. حتما دلت برای خونه تنگ شده. بیا عشقم، بیا قربونت بشم. زینب سلام فهمی خان. خوش اومدی دخترم. ممنونم. با فاتح اومدی؟ نه من تنها اومدم. خب گرسنه هستین؟ گلای میزو بچین دخترم. نه نیازی نیست. راستش من گرسنم نیست. شاید فاتح که اومد با هم شام خوردیم. هر جور راحتی. مشکلت با پدرت به کجا رسید؟ من نمیخوام تو این مورد حرف بزنم. اونا دیگه اهمیتی برای من ندارن. الان تنها چیزی که برام مهمه فاتحه. باشه دخترم، هر طور راحتی. من اگه اجازه بدین دیگه برم تو اتاقم. مطمئن باش فاتح از دیدنت خیلی خوشحال میشه. خیلی ممنون. امیدوارم. تو چقدر جیگر بچه. من قورتت میدم ها. این لنگاتو گاز میگیرم، این برزیاتو میخورم. قربونت بشم جیگرمه. زینب این پسرت ازم بگیر وگرنه میخورمش. خب قربونت بشم. مقدس خانمم لطف کرده، قشنگ همه وسایلمو جمع کرده گذاشته جلوی در. زینب مامانمو که میشناسی ولش کن. آره میشناسم، اما خب نمیشه گفت که اصلا ککت نمیگزه. حالا که اینطوره منم میرم همه وسایل میارمش همینجا. سلین جون لازم نیست، چرا بعدم لازم میارم. هست زینب؟ الان وسایلت همش میاد تو همین اتاق، فهمیدی؟ تمام. سلین جون من چی شد مامانی؟ مت چی کار میکنه ها؟ اونجا کارتون میبینی؟ بیا تلویزیون روشن کنیم. بیا عزیزم. کجا موندی پسر؟ کجایی فاتح؟ آقا مته چی شد؟ خبریه؟ سعی کردیم ارتباط برقرار کنیم اما خبری نیست. بابا به اسم 2 ساعت رو افتاد، چند ساعت گذشته، چطور خبر نداریم؟ ارتباط با رادار آقا فاتح قطع شده. داریم سعی میکنیم جاشو پیدا کنیم. ارتباط با رادار قطع شده یعنی چی؟ ببین آقا راستشو بگین، فاتح که طوریش نشده مگه نه؟ حالش خوبه؟ متاسفانه فعلا کاری از دستمون بر نمیاد. به خانواده‌اش خبر بدین. نه به کسی خبر ندین. نه اصلا چیزی که نمیتونه شده باشه. اتفاق مهمیه؟ باشه لازم شه به خانواده‌اش خبر میدیم. کجا غیبت زد پسر؟ وای این خیلی خوشگله. اینو از کجا آوردی؟ منم یکی از اینو میخوام عمو. خیلی ممنون عمو. بیا بگیر. منم به جاش بهت شکلات میدم. خواهش میکنم کوچولو. عوض کنم مامانی. خیلی ممنون. شکلاتش خیلی خوشمزه است. من عاشق شکلاتم. اعلام شده بعد از قطع ارتباط اتاق فرمان با بیسیم، هواپیما از دسترس رادار خارج شده و عملیات گشت در منطقه آغاز شده. مأموری که درخواست کرده اسمش برده نشه گفته خلبان هواپیما فاتح شکرچیزاده مدرک خلبانیش رو به تازگی گرفته و ممکنه این اتفاق به خاطر تازه کار بودن خلبان باشه، اما دلیل قطعی سقوط هواپیما بعد از پیدا شدن هواپیما به طور قطعی مشخص میشه. بنا به اطلاعاتی که به دستمون رسیده، هواپیما ساعت 15 امروز از پیست پرواز کرده و حدود 40 دقیقه بعد ارتباط اتاق فرمان با هواپیما قطع شده. بله بینندگان عزیز، توضیحات مسئولین درباره این موضوع تا این لحظه در همین حد بوده. در حال حاضر نیروهای گشت دنبال هواپیمایی هستند که توسط فاتح شکرچیزاده از پیست حرکت کرده.